بگی بهش لازم نکرده. چرا همچین میکنی خانم؟ خب بذار بره جواب بده. خب حتمی مرزی خانم اینا 3 روزه دارن زنگ میزنن، من هی امروز فردا میکنم. زشته به خدا شما یه جواب درست به من نمیدی. ده نده، من جوابمو دادم، الان وقتش نیست. چرا نیست آقا جون؟ یادش رفته 16 شون چه دسته گلی به آب داده. این حرفا یعنی چی؟ خواهر من آقا جون راست میگه دیگه. آدم از رو در همسایه خجالت میکشه. والا به خدا چی بگه؟ دومادتون چی کار است؟ سیاسی که بود متهم به قتلم شده، گل بود به سبزین زاراسته شد. ها راست نمیگم؟ لا اله الا الله. همیرا اصلا حرفو مزه میکنی قبل زدن؟ دروغ میگم مگه؟ چی گفتم؟ دروغ گفتم حسین خان؟ نه والا. به روباهه میگن شاهدت کیه؟ میگه دومم. لعنت به شیطون حراف. بس دیگه سیمی. خب چرا همینا رو بهشون نمیگین؟ نمیذارین من فرهاد رو ببینم، نه خودتون یه جواب بهشون میدین؟ اگه همین 2-3 هفته نه پس کی؟ حرفای خارجی میزنی خانم دکتر؟ من چه بدونم؟ بذار کفن این بنده خدا مقتول خشک بشه، بعدم ببینم این پسر عوض شده یا نه. بعدم دارین راجع به فرهاد حرف میزنین آقا جون، پسر رفیق گرما به گلستانتون. ده نده، همین که گفتم. داماد حبس کشیده وصله خونواده ما نیست. یه عمر راسته برو راسته بیا، آبرو جمع کن بریز تو قلک. حالا قلک رو ببرم بشکنم تو خلا؟ زکی بابا. آره دیگه. باشه، پس من خودم همه اینا رو بهشون میگم. زهر مارمون کردم. این دانشگاه اینجوری چش سفیدش کرده. درو آقا جونم وای مثل جوابشو میده. میگم چقدر خوب شد شما نرفتی دانشگاه میره خانم. مادر جون شام که نخوردی، بیا این چای رو بخور. قربونت برم، دنیا که به آخر نرسیده. تو آقا فرهاد اول و آخرش مال همین. راضی کردن آقا جونت هم کار سختی نیست.